بلکه یاد کردن اینها، بلکه انسان خیلی از این خم می شود، اندوهگین می شود. در حق او باید دعا داشته باشیم که خداوند توفیق هدایتشون عطا کنه که خالق مالک خودشون را بشناسن. بسیاری از آدمایی هستن که در همین عمر کوتاه همون هم دیدیم که عمرشون به آخر میرسه، پیش از مردنشون هش به سر میزنه. پیش از مردنش بعد میگه ای کاش که نماز میخوندم، کاش که قرآن میخوندم و روزه میگرفتم، لیکن دیگر که وقت چی است دیر شده است. سالایی که همین حجا رفت آمد بود، بسیاری از آدمایی بودن که کلانایی بودن که عمره به کار گذراندن و به منصب گذراندن. بعد از حج که میگن قدشون که میشنیم باید گریه میکردن، گریه میکنن. تو رفتنش پروا نداشت، در نظرش که خدا فقط خدمت بود. باید گریه میکنیم. این برای چی گریه میکنیم؟ میگه در همونجا اشتی میگه خدا کورمون کرده است که در برم حبشی قرآن میگیره تلاوت میکنه، بلبل بوری میخونه و من قرآن خونده نمیتونم، میگیرم نگهش میکنم چپه و راستش فرق میکنم. و حرف قرآن و سخن خدا همین قدر سال آشنا نشیدم. یک قدر کاری دنیا را سرفرا رفتم، یک قدر خونه کردم و قصر کردم و ماشین خریدم، یک قدر منصب و یک قدر کار و بار کارخونه و در همین وقت قرآن خون نشیدم که سخن خدا را بخونم. که کسی که قرآن میخونه با خدا صحبت میکنه، با خدا گپ میزنه. از همین میگه عاجز محروم بودم که او را که میبینم حبشی که تلاوت قرآن میکنه من که نمیتونم، میگه و همین بر حال خودم گریه میویم. این که حالی هست که دنیا هست، که این دنیا هست و آزادی هست و همه نعمت هست و فراخی هست، اگه در آخرت چی میشیده باشد. برای همی است که یکی از نامهایی که روز قیامت بیان میکنن میگه یوم ندامه، روز پشیمانی. روز پشیمانی هست که در قیامت عمل صالح کردگی هم پشیمان است، طالح کردگی هم پشیمان است. او یکی عمل نکرده است او هم پشیمان است، او یکی عمل کرده است او هم پشیمان است. عمل نکردگی پشیمان است که برای چی عمل نکردم، و عمل کردگی پشیمان است که برای چی کم عمل کردم، برای چی زیاد عمل نکردم، برای چی صحبت‌های که میخواد ذکری علم و ذکری مجلس ذکر به دریا کم اشتراک کردم. گفته از یه همچی از پشیمانی میکشم. همین است که خداوند میگه که اگر مرا یافتی همه چیز یافتی، همه را داری. اگر مرا نیافتی پس هیچ چیز نیافتی. اگر خدا داری همه را داری. گفتی مردگان خدا دارم چه غم دارم، خدا که داری همه را داری، خدا که نداشته باشی هیچ چی نداری. خب برای همین نعمتهای خدا را باید که شکرگزاری کنیم. شکرگزاری نعمتهای خداوند فقط به همین نیست که خدای هزار بار شکر، خدای میلیون بار شکر. شکرگزاری به این تمام نمیشه که نماز بود کنیم بعد عادت هست بعضی مردم در بعد درگذاریم نوشم قد به خدای شکر، خودش حقیقتی نمیشه. شکر پروردگار نعمتش به جا آوردن فقط به عمل است. عمل شکر کنه که نماز بخونه، روزه بگیره، دسترس باشه زکات مالش پرداخت کنه، دسترس باشه خونه خدا حج برود. و شکر نعمتهای پروردگار فقط به عمل کردنه، فقط به یک گپ گفتن نیست. همین قدر نعمتهایی که الحال در پیش ما و شما هست، همین خیلی نعمتها را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که الله ذوالجلال 14 عصر پیش که پیامبر صلی الله علیه و سلم بدن که این امسال 1442 است، حبیبی خدا صلی الله علیه و سلم در عمر 63 سال خودش در همین 63 سال حیاتش هم خیلی دسترخوان ندیده بودن. در 63 سال حیاتش پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی همین تا نان سفید خوردگی نبودن، همین قدری که ما و شما میخوریم، همین قدر نعمت‌های هست. همه این نعمت‌ها از چی است؟ از شکرانه باید به جا بیاریم و پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات بگیم، یادآوری کنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ غم خورد، دندان مبارک شکستن، خونالو کردن، زانوی مبارک خونالو کردن، غم خورد، امتی گفت حتی که
شبها از نماز بسیار زانوهای مبارک میگه تتورم قدماش و زانوهاش ورم کرده بود از رکوع و سجودی بسیاره. عایشه صدیقه طاهره مادرمون دوست داشته ترین زن پیامبر میگن پیامبر گفت که خداوند متقدم و متأخری ترا بخشیده است، این قدر عذاب و محنت برای چی است؟ پیامبر گفت افلا اکون عبدا شکورا، آیا من بنده شکرگزار نباشم؟ انا شکرگزاری خیلی است. شکرگزاری به همون نماز تهجد است که پاد برهم بیاره و قدم برهم بیاره. شکرگزاری همون است که به عمل باشه. شکرگزاری فقط خدای شکر 100 بار شکر 1000 بار شکر بگوی و این طرف گشتی با ترک فرمان خدا کنی شکرگزاری نمیشه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیث مبارک بیان میکند در روایت ترمذی و احمد آمده است که ابو هریره رضی الله تعالی عنه بیان میکند که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم 5 چیز نصیحت کرد و گفت کیست که 5 عمل میگیرد عمل میکنه و این 5 عمل به دیگران با تعلیم میدهد. ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه گفتم من و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعداً بیان کردن که اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام هایی را که خدا حرام حکم کرده است از امیات تقوا که پرهیزگاری که میگن تو بنده ترینی مردم هستی. آبی ترین بنده ترینی به سوی پروردگار بنده همون بنده است که حرام ها را تقوا میکنه. حرام ها را البته که مسلمان ها تقوا میکنن، گوشت خوک نمیخورن، عرق نمیخورن، بنگ نمیکشن، دزدی نمیکنن، اما بعضی حرام های هسته که مسلمان ها مرتکب میشن و دوامش میتونن پروا ندارن. از این حرام ها یک تاش غیبت که از گوشت خوک خوردن در غیبت کردن حرام تر است. یعنی اگه گوشت خوک باشه و یک از غیبت کنه، این غیبتی کردگی از او گوشت خوک خوردن در حرام تر است. ببین ولی یک کتاب داره محمد شفیع عثمانی، همین محمد تقی عثمانی را پدرش مفتی اعظم پاکستان میگه گناهان بی لذت، گناهایی هستی که لذت نداره و مردم کردنش میگیره. یک تایما میگه غیبت که همین غیبت هم به مثل انواع حرام است. اما چی است؟ گوشت خوب نمیخوریم حرامه، یه دزدی نمیکنیم حرامه، دیگر نمیکنیم، اما غیبت هم میکنیم که میشه از گوشت خوب در حرام داره. خب یا با مثل دروغ گفتن هم خیلی همین قدر حوضی دیگر زیاد شده است که دروغگویی دیگر نمی چایخری شده قاسم شده است. همین قدر زیاد شدگیه که حتی که آدمی که راست میگه و همجا میره گمانی میگن که همون دروغ گفت رفت، همتری گمان دارن، همین زمان همتری شده. راست یک گپ میگویه میخیزی میبروی میره و در جا راست یک گپ میزنی که راست میسویده من یک جا یک ضرورت دارم، کسلی دارم، بیمار دارم، همجا باید برم، میبروی میره ایخی با جمع میشن همتا یک افسوجلینید میکنن که دروغ گفتن. و چی خودی؟ ولی یک قصه همین از دامنو دوره که یک شیخ میگه هر که وابسته به همون دیلشه میگه میبروی در راه میرود در خنکی لرزیده جمعش پیچیدگی هم تریو از مسجد طاعت عبادت برآمده یا دزد میبینه او دزدم هم تری پیچیدگی لرزیده رفته سه. بعد شیخ میگه که او بیچاره میگه عبادت کرده یک جوی برآمده است از طاعت عبادتی تری قپیده محکم کرده خش رفته سه. او دزد نگاه میکنه شیخ او یکی مسجد برآمده عبادت میگه ای خونه سوخته میگه که جوی را دزدی کرده ای دزدی برآمده گره. حتی این روز مردم به مثل شیخ نیم همه به مثل هم دست شدگیه که راست میگوی میبروی خود میگن دروغ گفتی سه همه کسا هم مثل گروه کپت میزنن، همه به مثل شیخ نیم همه به مثل دست شدگیه. برای چی همی خیلی؟ برای که در دروغ خوتیدگی کشیدگی هستن، در دروغ تو تقرتقه دیگه گمان میکنن که همه دروغ میگه، تن دروغ میگی برای خودش دروغ میگه. انا میره چی میگن؟ گناهان بی لذت، گناه هست لذت نداره بکنش. حالا که همینم مثل همون عرق خوک خوردنه، غیبت هم از خوک خوردن عرق خوردن ده بدتره.
بهتون هم ازیش ده بدتره، سخنچینی هم ازیش ده بدتره، خبرکشی هم ازی ده بدتره. این عملای هستن که حرامن. پس اگه چی هست؟ ببین 1400 سال پیش معلمی بشریت گفت که اتق المحارم، ته مسلمان همه حرام ها را تقوا و پرهیز کن، تو بنده ترین مردم هستی. ولی مکروه دیگه شو نگفته است، فقط همه حرام ها پرهیز کن. تکون اعبد الناس، تو بنده ترین بنده خدا هستی. دیگه میگه گفت که ورزو بما قسم الله لك تکون اغنى الناس، راضی باشی با اون چیزی قسمت کرده است، تو بهترین مردم هستی. و قسمت الله تعالی راضی بدن هیچ از نشانه ایمانداریه. و قسمت الله تعالی راضی بدن چی است؟ همین قناعت است. خدای شکرانه تنم کشیده، خدای شکرانه خونه دارم، خدای شکرانه تنم صحت. و شیخ سعدی در یک قصهش گلستان ده میگفت که یک شهر به یک شهر آمد، کویلیش پا کندن، خونسار شدن، خالی ماغیلان زد، خون آمد، پوستو کندن، ناخوناش کند. بعد در شهر نادر آمده رهده گفت خدایا، گفت به همه حیوانات سم داده، تو به همه مای بندت حتی یک پوپوشی هم نداده. یک پوپوشی من ندارم، این حیوان گو خرابی سم داره، این درخ نکی اون چیزی سخت هم اینجا میره. حضرت میگه که در روزه شهر وقتی که داخل شدم، اولین چیزی که چشم افتاد یک کس دیدم که هر دی پشت بریدگی در یک عروبه چرخوره تا دو رفتیسته. اول چیزی که دیدم درم میگه خدایا توبه کردم، خدایا ببخش مرا که اگر تو به من پوپوشی نداده، به من پا داده که راه میگردم. بابایی بیچاره پا نداده ولی پوپوشی بسته. همه چی هستن که ورز بما قسم الله لك تکن اغنى الناس، راضی باشی به قسمت پروردگار، بایترین مردم هستی. و قسمت خدا راضی بدن که در همه حال باید شکر کنیم. خداوند ما را دارا نکرده است، میدونه که را داراش کنم ای رحمی برویه. خداوند کسی را که مثال به کدام حالتی که کردگیه ای به علم خود شاید. آن کسی توانگرد نمیگرداند، او مصلحتی تو از تو بهتر داند. تو مصلحت میگی خداوند ماشین بده، خداوند منصب بده، خداوند وزیر میکنه، خداوند فلان منصب را، او خدا دونسته تره نمیکنه. تا اگر در جای او باشی کاری میکنی که او حیران میشه. یک قصه که میاره بعدم تر یک بوده میگن حضرت موسی کلیم کوی تور میرفته، بعد یک قشاقی دعا که مرا خدا بده، خدا مرا بده، ای سر کرد حضرت موسی را. یک قصه یک بعد میگه که حضرت موسی را بود که روز نیازشه خداوند با او گپ زد. این گپ زدن خداوند به حضرت موسی و یا کریمه و کلم الله موسی تکلیما، سخن کرد پروردگار با موسی سخن کردگی. بعدا میگه گفت که فلانی را بتی، خداوند گفت را ما دونسته کم بغلش کردگیم، نه بتیش سخت گرفت. بعد مایش بره. وقتی که اومد همین دسته بز گوسفند یا یکی برک کردن، بزیچه کردن گاو مول شتر اسب، یک بویش به دالش دیگه بوی کشید الکه دیگه و بوی گپش دیگه رفتارش دیگه همش. یک سال پس اومد که دور کشیدی سنش. حضرت موسی گفت چی گپه؟ گفتن که 3 جنایت کرده است. 3 جنایت کرده است. همین آدمی که بویشی وقتی پولش هم عرق خود، هم زنا کرد، هم یک آدم به گناه دیگر ای دیده شوید میشه گفته کشتک. 3 گناه کرده و سبب 3 جرم دور دمی کشنش. و حضرت موسی گشت بود توبه کرد واسه خدا. آدمی شیخ سعدی میگه اون کس که توانگرد نمیگرداند، او مصلحتی تو هست بهتر داند. و میگه گربه مسکین اگر پرداشتی، تخمی گنجشک در هوا نگذاشتی، یا که هیچ گنجشک در هوا نگذاشتی. اگر ای پیشی که خدا قنات میداد دور بره دیگه اگه پرنده نمیمون. این قش در زمین میخوری، قش در هوا در میگرفت میخور. دونسته خدا همه پیشی که قناتش نداد خدا. این ده شاخی گو اگر خر داشتی، هیچ کس را پیش خود نگذاشتی. این خر با پای عقیبش میزنه، دوی شطر میزنه، دینگوز میزنه، با پای عقیبش قطعی میزنه، لغب میزنه، برکنی نمونه. اگر به شرط همی شوخوی گو و خداوند در خر میدود، هم در بسر میداد، هم در پا دیگه او را کار فرمودش نمیشه. حکمتی پروردگار میگی شوخوی گو و خر ندود.
خرها را هم پیشی که ندود حکمت پروردگار رو بیدن همه و علم و حکمت بخوید هر چیزی که خدا خلق کرده است دونسته و علم حکمت خلق کرده انم را میگه که ورز بیما قسم الله لک تکن اغنم راضی باشی با اون چیزی که خدا به تو قسمت کرده یه در رزق روزی تو بویترین مردم هستی و سیم گفت و احسن الی جاری که تکن مؤمنان نیکویی که به سوی همسایت می باشی مؤمن نیکویی که به سوی همسایت می باشی مؤمن همون وقت مؤمن گفته می شود ترا که به همسایت نیکویی کنی همسایت نیکی داشته باشی همسایه را که گفتن چند نمود همسایه کافر همسایه مسلمان خویش همسایه مسلمان همسایه گوناگون میشن و همون همسایت باید که نیکویی داشته باشه همون وقت را مؤمن گفته میشود همسایه کسل شد خبرگیریش برای همسایه مور جنازش برای بخونی همسایه توی خرسندی کرد در خرسندیش برای باید تبریک مبارک بودش کنی اینه که حقای همسایه همین است که همسایگی را رعایت داشته باشی وقتی که به همسایه ها نیکویی داشته باشی تو مؤمن است در دوام میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که و احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما کدام وقت مسلمان میشه دوست دار برای مردم اون چیزی که دوست می‌داری برای خودت بعد چی هست که تو پیامبر گفت مسلمان هستی دوست دار برای مردم اون چیزی که برای خودت دوست می‌داری تکن مسلما تو مسلمان هستی انا همیشه در حوزه مردم ما خدا میدونه که کم بودم هسته همه وقت نفع خودش سر میگیره مسلمانی امروزه اگه همانی یک قسمت یک بعضی در قسمی زیاد امروز هم میگرده گوشه را که میبینیم همه وقت از پای همه که خودم فایده کنم خودم فایده را ببینم و برادر مسلمانش نی اگر برادر مسلمانش در بلا میزنه در آفت میزنه در بیماری میزنه در مشکلات میزنه پروا نداره پس چی هست که پیغمبر خدا گفت همون وقت مسلمان میشه که برای برادر مسلمان رو دوست بداری چیزی که به خود دوست بداری خود در راحت دوست میداری دوست بدار که مسلمان هم در راحت باشه خودت کاری سبوک دوست میداری دوست بدار که مسلمان در کاری سبوک باشه خودت همین فایده را دوست میداری دوست بدار که برادر مسلمان هم فایده را ببینه انا همون وقت بعد چی هست مسلمان کامل میشه و احب للناس ما تحب لنفسک تکون مسلما دوست دار برای مردم آن چیزی که برای خود دوست می‌داری بعد چیزی هستی مسلمان هستی انا همین محبت این رو کنده شدگیه محبت نیست مهر نیست در مدد یک دیگر مسلمان همین سببش چیه؟ سببش دوست داشتنی دنیا همین دنیا را که دوست داشتی خونه تا بهترین همه را خواستی بکنی سوارت همه دا بهترین خواستی بکنی شرایط همه بهترین دا خواستی بکنی تو چند یعنی وسوسه شیطان حرص جا میشه و دوست نمیداری که دیگه ای داشته باشه و داشته باشه و داشته باشه انا چی هست که پیغمبر میگه هم وقت مسلمان میشه که دوست دار برای خودت چیزی برای مسلمان ها دوست میداری همین چیز در موضوع خیلی یک کمبودی بزرگ است که یک مسلمان در هزار کفر باشه اگر مسلمان دیگر پروا ای توبه صحابه پیغمبر وقتی که به یاد میاریم انسان در مسلمانی صحابه وقتی که او را به یاد میاریم میخونه از مسلمانی خودت شرم میکنی که روی موری مسلمان است یا که صحابه را شهید کردگی زدگی کوچه و نیزه قطی شکمش دریدگی در بیابون در افتاب پرتودگی تجون کندیسه او با میگره ببرم بتوش یا تجا اوه میگه در همه حالت نمیگه ما او بخرم زنده مون در همه حالت میگه او با او را بر بتکی و از من محتوش تره پیشیوش میبره میگه پیشیو بر از من محتوش تره در همین زمان ما کنا مسلمان تایه کاری خدای خشویت باشه و نیکی شو همیشه کاری باز مینه در مسلمانی تاریخ او را میخونه در مسلمانی خودت شرم میکنی که من چخیلی مسلمان هستم پیغمبر میگه دوست دار برای برادر تو چیزی که برای خود دوست میداری بعد مسلمان میشه تکون مسلمان و در تمام حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد گفت ولا تکثر من الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب
بسیار نخند. خنده بسیار پیغمبر میگه دیلمی میرونه. ولی در تلویزیون ها و در چیزا میبینیم در همه جا غیر مسلمان ها میگن که خنده عمر یودم دراز میکنن، خنده کسل یودم نیست میکنن، خنده را بسیار صفت میکنن، تعریف میکنن. اما معلم و شریعت میگه که ولا تکسر من ضحک، بسیار نخند میگه. فإن کثرت ضحک، حقو که پیغمبر میگه بسیاری خنده دیلمی میرونه، دل سیاه میشه، دل در غفلت میمونه. عادتا آدمی که در غفلت هسته همین دل زنگار زدگی سیاه، وقتی که در غفلت قه زده میخنده. در تمام حیاتش پیغمبر خدا را خندش میگه همین قمی دیدیم که دندانوش سفید میشید. این یک دندان سفید شد، یک تبسم میکرد دندانوش سفید شد میدیدی میگه. وقتش خوش میشید میگه قه زدن طهارت میشکنه، نماز تفسید میکنه. همین نماز اگر قه بخوانی هم نماز تفسید میشه هم طهارت میشکنه. حتی بعضی از بزرگا و شیخو میگن که در همین بیرین نماز هم قه خندیدی مستحبه که طهارت ایسری ناکنی. همین قه زده خندیدن خوب نیست. دیگرو میگن خوبه عمر دراز میشه صحت میشه. نه، دیگر هر کسی میگه نمیگه گپی در مویت چینی زرده که قدر نداره. پیغمبر چی میگه؟ معلم بشریت چی میگه؟ سخن پیغمبر سخن خدا هست و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر میگه خنده بسیار میگه دیلمی میرونه، دل سیاه میکنه، دل زنگ میزنه. وقتی که دل سیاه شید و زنگ زد، وقتی که چکور کرد زنگار زد و سیاه شید غاف شید، دیگر پردگرو دیگر آدم چی هست؟ دیگر قهقه زده میخنده. اگر نه صحابه پیغمبر میگه یک پیغمبر از قیامت گپ میزد، از قیامت گپ میزد، یا که از دوزخ گپ میزد، از دهشت قیامت گپ میزد. همین گپ زدن برابر در مسجد میگه یک که میگه هنی خنین، میگه یک همین مردم هک 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 اوی هک هک گریه صحابه میبرم. برای چی؟ دیلشون پاک و دیلشون مثل افتاب نور نبود، ترس خدا داشتن، غفلت نداشتن. برای این پیامبر گو بسیار نخندین که خنده بسیار دیلمی میرونن. 5 چیزا پیامبر صلی الله علیه و سلم و حضرت ابو هریره بیان کرد. خداوند نکن عمل کردنی برای گفتار نصیب میکنه. هر چیزی که اهل علم میگن البته که گفتن بسیار باشه و عمل نباشه، این برعکس برای گناهی را که انسان دانسته میکنه اگر 70 برابر با زیادتر از گناهش جواب تیش در نزد خدا با وزمین تره. وقتی که دانسته گناه بکنه، ندانسته باشه که یک نوعی. پس اگه چی هست؟ خداوند عمل کردن نصیب و روزی ما بگردونه، محفل خیر مبارک بگردونه، برادر شه همراه تازه عروس عمری دراز و بخت سعادت، فرزندای صالحه و فرزندای حافظ قرآن و عالمای دینی مبین اسلام خادمای شریعت نصیب شون کنه. همه ما و شما اهل جمعه ما و شما رو توفیق، هدایت، تنصیحتی، محبت ایمان و اسلام خداوند در دلهای من جای بده.